سلام رفقا. اینجا میخوام 15 تجربه طلایی از مصرف مکمل 5-HTP رو براتون قرار بدم که تو نظرات کاربرا همیشه خوش درخشیده. یادتون نره اثرات این مکملم مثل بقیه میتونه برای هر کسی فرق کنه و حتی بعضی‌ها علائم متفاوتی رو تجربه کنن. پس با من بمونید تا این گنجینه تجربیات رو با هم مرور کنیم و از هر کدوم نکته طلایی برداشت کنیم. WebMD میگه فعلا 5-HTP نخورین تا اطلاعات بیشتری بیاد، ولی تاریخ مقاله‌شون معلوم نیست. ماجرای قدیم سال 1988 یه محموله آلوده از ژاپن شرکت شوادنکو باعث مرگ 35 نفر و 1500 نفر معلولیت دائم شد. بعدش جنجال شد. شرکت‌های داروسازی بزرگ، بیوتک ها و FDA دعواشون شد. نتیجه ممنوعیت کامل 5-HTP. حقیقت پشت پرده چیه؟ شرکت‌های دارویی، بیگ فارما دلشون میخواد تو قرص‌های گرونتر SSRI رو بخری. کمپانی‌های بیوتک نمیخوان کسی بفهمه مشکل از دستکاری ژنتیکی خودشون بود. FDA هم محض احتیاط یا شاید با فشار لابی‌ها یه ممنوعیت کلی گذاشت. اما تجربه مردم چیه؟ اکثر کاربرا میگن 5-HTP خیلی کمکشون کرده. حتی متخصص‌ها تو یوتیوب تاییدش میکنن. خودم چی؟ برای من شخصاً عالیه. وقتی صدای افسردگی تو ذهنم میاد، شب 2 تا قرص 50 میلی گرمی میخورم. 1 خواب راحتی میرم. احتمالاً چون به ملاتونین تبدیل میشه. 2 صبح هم حال و هوام بهتر میشه. ظاهراً سروتونین رو بالا میبره. نکته مهم، با SSRI ها یا MAI ها هرگز همزمان استفاده نکنی. در کل اگر منبع معتبر بخری احتمالاً بی خطره. خودت هم سرچ کن تریپتوفان پویزنینگ، ببین چی میشه. من از 14 سالگی با افسردگی و اضطراب شدید درگیر بودم و داروهای بیشماری را امتحان کردم. تمام دبیرستان رو پروزاک مصرف می‌کردم. الان 21 سال دارم و تقریباً 2 ساله که هیچ دارویی نمیخورم. اما افسردگی و اضطرابم هنوز پابرجا بود. فقط دیگه دلم نمیخواست برگردم سراغ پروزاک و سرکوئل چون عوارض وحشتناکی داشتن. دنبال یه راه حل میگشتم و بعد از فقط 5 روز باور کن تقریباً یه دگرگونی کامل توی خودم حس میکنم. یه جورایی آرومم. حتی نمیدونم با این حس جدید چی کار کنم. خوابم خیلی بهتر شده و شادم. دیگه به خاطر هر مشکل کوچیکی گریه نمی کنم و دیگه ساکت و خاموش نمیشینم. قرص 5-HTP رو تازه شروع کردم، اما عجب تغییری کرده. اولش خیلی شک داشتم، چون از هر قرصی که دکترها میخوان به زور تو حلق آدمهای افسرده بکنن، عوارض بدی گرفتم. واقعا نمیفهمم چرا دکترها خودشون HTP 5 رو پیشنهاد نمیدن. آها، یادم اومد، چون برای نسخه زدن مکمل‌های گیاهی پولی نمیگیرن. من تقریباً 9 ساله که 5-HTP میخورم و هیچ عوارضی نداشته. قبلش پروزاک و افکسور مصرف میکردم که همش خواب‌آور بود و حس میکردم توی حالت رؤیاگونه گیر کردم. علف چای و کاوا رو هم امتحان کردم که چندان فایده‌ای نداشتن. ولی بعد از 2-3 هفته خوردن 5-HTP روزی 3 بار، هر بار 100 میلی گرم، اون حس خود واقعیمو پس گرفتم که سالها گمش کرده بودم. اون موقع همزمان مولتی ویتامین، B6 و یه مکمل آرومبخش نچرال کام میخوردم. اینا برمیگرده به سالهای پر استرس زندگیمه. هم کار میکردم، هم 3 تا نوجوان تو خونه داشتم، هم یه بچه که 7 سال از اون 3 تا کوچیک‌تر بود. حالا روزی 2 بار، بعضی وقتا هم 1 بار 100 میلی گرم میخورم، همراه مگنزیوم و امگا 3. این ترکیب به هم کمک کرده علائم افسردگی و PMS رو کنترل کنه، شبهای بیخوابی رو کم کنه، افزایش وزن دوران یائسگی نزدیک رو مدیریت کنه و همه اینا بدون اینکه میل جنسیم کم بشه. خودم و خانوادم خیلی خوشحالیم که این مکمل رو تو همون موقع مناسب پیدا کردیم. به هم کمک کرده زندگی عادی داشته باشم بدون فراز و نشیب‌های همیشگی افسردگی.
این قرص واقعاً باور نکردنیه. تقریباً 10 سال با افسردگی وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کردم. سطح سروتونینم به خاطر استفاده مداوم از THC یا همون حشیش به 0 رسیده بود. اما این دارو فقط 10 دقیقه بعد از خوردن کاملا عوضم کرد. از یه آدم خودکشیگرا، افسرده و خشمگین دوباره تبدیل شدم به خود واقعیم. پس اگه تو هم به همین دلایل افسردگی داری، بدون تردید این دارو زندگیت رو نجات میده. این حرف رو برای اونایی میزنم که بعداً عوارض جانبی گرفتن. اگه بعد از خوردن HTP5 اضطراب، تند شدن فکر یا چیزای مشابه حس کردی، معمولاً اینا علائم سندروم سروتونینه، یعنی دوز مصرفت بیش از حد نیازته. بعضی از این مقدارهایی که میدن واقعاً خطرناکه. یادت باشه همراه HTP5 چای سبز هم بخوری تا رگات محافظت بشن. یه عارضه فرضی اینه، یه فایده پنهان چای سبز اینه که التئانین داره که مواد شیمیایی دیگه مغزت رو که ممکنه کم باشن تقویت میکنه. خودم گاهی افسردگی متوسط تا شدید دارم و فقط میتونم 50 میلی گرم رو حداکثر 3-4 روز بخورم. بعدش اضطرابم شروع میشه. بعدش تا هفته ها حالم خوبه. پس HTP5 رو بخور، ولی زیاده روی نکن. برای هر تعداد روزی که برات جواب میده، به محضی که عوارض رو حس کردی، یعنی به آستانه تحملت رسیدی، تا وقتی فوایدش کاملا از بین نرفته دوباره مصرف نکن. باید با آزمون و خطا حد خودت رو پیدا کنی. گمونم بعضیا به دلایل مختلف، حتی شاید مشکلات موتیلاسیون، حساس‌تر باشن. یادت نره سروتونین تنها بازیگر میدون نیست. اگه جواب نداد شاید مشکلت با یه ماده شیمیایی دیگه مغزه یا حتی چند تاش. سلامت باشی و خدا نگهدارت باشه. تقریباً 9 ماه بود که حالم از اون موقعی که از جنوب غربی بیابونی اومدم پنسیلوانیا و دلم برای رفقا، آب و هوا و این جور چیزا تنگ شده بود، حسابی خراب بود. صبحها بلند شدن از تخت، رفتن به باشگاه، پیاده روی با سگ و این حرفا برام عذاب آور شده بود. آنقدر که سیپونچاک شدم. داشتم راجع به HTP5 میخوندم و میدیدم چطور تو زندگی آدما مثل کامنت های پایین تغییر ایجاد کرده. گفتم خودم هم امتحانش کنم و اگه چیزی دارم از دست میدم. دکترم قبلا زانکس برام تجویز کرده بود، ولی اون قرص واقعا منو از زندگی کنده بود. هفته پیش رفته بودم کاستکو، چشمم به HTP5 افتاد. با این که شک داشتم ولی کلی ذوق زده شدم. یه هفته است که دارم میخورمش و صادقانه بگم وای خدا چقدر فرق کرده. دیگه اون آدم زودرنج اعصاب خوردی نیستم. حسی دارم انگار دوباره خود واقعیم برگشته. نمیدونم چطور اشتها رو کنترل میکنه، چون من یه عاشق دندون سفید غذا هستم، ولی بدون شک حالمو بهتر کرده و از اون حالت مرگبار بیرون اومدم. تازه فقط بعد 1 هفته. حتی اون چیزای بیخودی که بیدلیل ذهنمو مشغول میکردن حالا دیگه نیستن. دارن یاد میگیرن چیزا رو همونطوری که هستن بپذیرم و بگذرم، نه اینکه وقتمو با نوشخوار فکری و کینه تلف کنم. پس نظر من به اندازه یه نخود اینه: برو داروخونه، خودت امتحانش کن، مطمئنم تغییر رو حس میکنی. هفته دیگه میرم مسافرت فامیلی. خواهرم گفت زانکستو بیار. آخ گفتم نه بابا، HTP5 میارم. من تو اوایل 50 سالگیم و یه مدت بود حس بیحالی پوچ داشتم. نه انرژی، نه حوصله هیچ کاری. اصلاً از زندگی لذت نمی بردم. وزنم داشت بالا می رفت و با همه جا، مخصوصاً شوهر گلم که عاشقشم، بد اخلاق بودم. طوری که هر لحظه ممکن بود کلش رو بجوام. شوهرم کلی اصرار کرد برم دکتر. دیگه تحمل بد اخلاقی هامو نداشت. اما میدونی بیشتر مردم دارن قرص‌های ضد افسردگی میخورن. من دلم نمیخواست یه نمونه تستی دیگه دشم. خودم تحقیق کردم راجع به کمبود سروتونین و 5 HTP. الان شبها 50 میلی گرم با شکن خالی میخورم، همونطوری که توصیه شده. حواست باشه همیشه با کمترین دوز شروع کنی. اینم بگم که حتما مارکای معتبر رو بخری. از وقتی شروع به مصرف کردم انرژیم از صبح تا شب بیشتر از همیشه است.
صبحها با اشتیاق از تخت پا میشن. خوابم هم مثل بچه ها تنظیم شده. فقط شب اول مثل آدم فضایی خواب میدیدم. همراهش 3 میلی گرم ملاتونین هم میخورم. دیگه نه اون حس پوچی رو دارم، نه غمگینم، نه میخوام کسی رو بجوم. احساس ثبات روحی دارم. ترجیح میدم مکملی بخورم که با بدنم سازگارتره تا داروهای شیمیایی. و این یکی واقعا هدیه خدا بوده. تنها عوارضش، اگه بشه اسمشو عوارض گذاشت، اینه که اصلاً احساس گرسنگی نمی کنم. شاید همینجوری اون چند کیلو اضافه آخرش آب بشه. راستش قبلا حشیش خیلی زیادی میکشیدم و از اون موقع دیگه خودم نبودم. ولی این مکمل 5-HTP حالمو از وقتی حشیش میکشیدم هم شادتر کرده. دلیل اصلیش اینه که دوباره حس زنده بودن دارم. اصلاً هم نگران پلیس یا آزمایش‌های مواد نیستم. این همون چیزیه که سالها دنبالش میگشتم. اصلاً اینو مدیون یه نفر تو همین سایتم. میخوام از صمیم قلبم ازش تشکر کنم. خانواده‌م هم میگن دست گل درد نکنه. اونا این روحیه تازه منو هرگز ندیده بودن و حالشو میبرن. تقریباً 8 ساله که 5-HTP میخورم و خیلی هم حالم بهتره. این مسیر رو بعد از مرگ ناگهانی دوست پسرم شروع کردم. اون موقع افسردگی خیلی شدیدی گرفتم، در حالی که معمولاً افسردگیم خفیفه. چون بیمه نداشتم، دنبال جایگزین‌های قرص‌های شیمیایی مثل SSRI ها گشتم. یه مدت زولفت خورده بودم. بد نبود، ولی عوارضش رو دوست نداشتم. اما همون روز اولی که HTP 5 رو شروع کردم، اثر کرد. تونستم از تخت بلند بشم و حتی ظرفا رو بشورم. اون موقع این یه پیروزی بزرگ بود. کمکم با افزایش دوز، هم افسردگی و اضطرابم کم شد، هم تمرکزم بهتر شد. حتی خوابم رو هم تنظیم کرد. اونجا مثل زولفت اصلاً میل جنسیم کم نشد. نکات مهم از نظر خودم: 1. حتماً با دکترت مشورت کن. هرگز این مکمل رو با داروهای دیگه نخور مگر اینکه پزشک دستور بده. مثلا ممکنه باعث مسمومیت سروتونین بشه. 2. با دوز کم شروع کن. من اول با 50 میلی گرم شروع کردم. بعد هر چند وقت 50 میلی گرم اضافه کردم تا به دوز مناسب خودم رسیدم. 150 میلی گرم روزی یه بار. مسمومیت سروتونین واقعیه. ولی تا جایی که خوندم باید 300 میلی گرم یا بیشتر بخورید تا خطرساز بشه. البته اینا ممکنه با تحقیقات جدید عوض بشه. 4. حتما نوع قرص روده‌ای انتریک کوتد بخر. یعنی تو روده حل بشه، نه معده. من بعد 1 سال خوردن نوع معمولی دلپیچه و تب خفیف گرفتم. با قرص روده‌ای مشکل رفع شد. 5. مارک معتبر بخر. من خودم سولاری میخورم. 6. اگه خواب آور بود شب بخور. من اولین بار یه شنبه امتحانش کردم که تمام روز خونه بودم. دیدم چرت زده میکنه. حالا همیشه 45 دقیقه قبل خواب میخورم و عالیه. من خودم تحقیق کردم چون 3 سال افسردگی دارم و الان 2 ماهه که روزی 100 میلی گرم میخورم. باورت نمیشه چه معجزه‌ای تو زندگیم کرده. من اصلاً آدم قرصخور نیستم. چسبیدن به قرص برای حل مشکل رو قبول ندارم. ولی از این خیلی خوشحالم که امتحانش کردم. هیچ عوارضی، هیچ هزینه گزافی. فقط نتایج بی‌نظیر که زندگی رو دگرگون میکنه. افسردگی رفته، انرژیم بالا رفته و بهتر از 10 سال اخیر میخوابم. فوراً ذخیرش کن قبل از اینکه پزشکا بفهمن چقدر اثر داره و نسخش کنن. یادت باشه بیماری تو نان اوناست. سالها بود هم افسردگی داشتم، هم استرس‌های وحشتناک. اصلاً متوجه نشده بودم این همه پرت و پلا بودن روحیم از افسردگیه. الان 4 ماهه که 5-HTP میخورم. نه تنها افسردگیم ناپدید شده، بلکه 35 پوند 16 کیلو هم کم کردم. حتی عادت ماهیانم بعد از 9 سال دوباره مثل قبل از بچه سومم منظم شده. هیچ جا عوارض بد نداشتم. این مکمل زندگی رو به هم برگردوند.
اگه باور نمی کنی از بچه هام بپرس. ببین چقدر خوشحال ترن که مامان شاد و بیخیالشون برگشته. منم برای افسردگی اون سندروم خستگی مزمن CFIDS و فیبرومیالژی شروع کردم به خوردن HTP5 با دوز 200 میلی گرم. واقعاً به حالت روحی، شفافیت ذهن و انرژیم کمک میکنه. ولی یه مشکل عجیب داره. اگه بعد از ساعت 2 بعد از ظهر بخورم، برخلاف اکثراً که میگن خواب آوره، چشمم رو باز نگه میداره. حتی با 200 میلی گرم روزی یه بار، صبحها هم که میخوردم، باز خوابم نمی برد. حالا چاره‌ای که پیدا کردم اینه 50 میلی گرم صبح و 50 میلی گرم موقع ناهار میخورم که جواب میده. فقط یه چیز دیگه، وقتی اثرش تموم میشه حالم واقعا افت میکنه و انرژیم میره پایین. اگه روز بعد نخورم افسردگیم بدجوری برمیگرده. منم زولافت رو موقع افسردگی خیلی شدید امتحان کردم. مزخرف بود، ولی وقتی HTP5 رو شروع کردم تا فقط 2 هفته از افسردگی کشنده رسیدم به یه وضعیت قابل تحمل. تا 1 ماه دیگه هم کاملا سر عقل اومدم. حتی سالها بعدش، حتی بعد زایمانم که معمولا افسردگی میاد، اصلا افسرده نشدم. الان فقط گاهی اوقات که حالم میگیره میخورمش. دوستش دارم چون که نیازی نیست همیشه بخوریش و میتونی یک دفعه قطعش کنی بدون عوارض بد. به همه کسانی که افسردگی یا استرس دارن با جون و دل این مکمل رو توصیه میکنم. من 28 ساله با افسردگی بالینی درگیرم. 15 سالم توفرانیل خوردم چون تنها دارویی بود که واقعاً جواب میداد. ولی با بالا رفتن سن و مشکلات قلبی که این دارو داغونم کرده بود، به جاش رفتم سراغ HTP5. حالا با 300 میلی گرم روزانه حالم عالیه. از همه داروهای نسخه‌ای که تا حالا خوردم بهتر جواب داده. حتی بیخوابی و پرخوری عصبی که همراه افسردگیم بود کاملا رفته، اونم بدون هیچ عوارضی. پس لطفاً اگه افسردگی داری حتما امتحانش کن. میدونم هر دارو یا مکملی برای همه جواب نمیده، ولی اگه افسرده باشی شاید زندگیتون رو پس بگیرید. اینو مادر بزرگم داد امتحان کنم. قبلا همه روز بیحال و کج خلق بودم. همیشه خسته و اصلاً به زندگی امید نداشتم. شبها هم خواب راحتی نداشتم و اضطراب ذره ذره جونم رو میخورد. داروهای دکتر رو امتحان کردم ولی مغزم رو پنبه میکردن و حسابی زامبی شده بودم. برای همین فوری قطعشون کردم. اما از وقتی HTP5 رو شروع کردم تو چند روز حالت روحیم کاملا دگرگون شد. صبحها ناشتا یه قرص میخورم و حدود 1 ساعت بعد انقدر حالم خوبه، پر امید و شادم. موقع بیدار شدن حس میکنم شب رو مثل بچه ها خوابیدم. الان 1 ماه دارم میخورمش و راستش خیلی خوشحالم که شروعش کردم. به هر کی که حس خمودگی، تنبلی و ناراحتی داره حتما این مکمل رو توصیه میکنم. امیدوارم این 15 تجربه بی‌قلقش از دل آدم‌های مختلف دنیا تونسته باشه ذره‌ای مسیر شناخت HTP5 رو براتون هموارتر کنه. براتون سلامتی، انرژی مثبت و روزهایی پر از شادی آرزو می‌کنم.